خداحافظ فتوشاپ. بچه ها امروز میخوام توی این ویدیو بهتون بگم که چطور به جای فتوشاپ از یک سایت هوش مصنوعی برای ادیت عکس استفاده کنید. دیگه سختی های فتوشاپ رو ندارید و لازم نیست کلاس های فتوشاپ بدین و یاد بگیرین. الان با چند تا کلیک هر تغییری که بخواین روی عکس میتونین انجام بدین. اونم ادیت حرفه‌ای. اکثر سایت های هوش مصنوعی مثلا میخوایم روی یه عکس تغییراتی رو انجام بدیم، میاد چهره رو عوض میکنه. مثلا میخوایم موهاشو تغییر بدیم، رنگ موهاشو عوض کنیم، میاد چهره رو عوض میکنه و این برای ما مناسب نیست. یک سایت هوش مصنوعی حرفه‌ای بهتون معرفی میکنم که چهره رو هم تغییر نده و با چهره یکسان هر تغییری که دلتون میخواد روش انجام بدید. این سایت نانو بناناست که الان توی اینترنت زیاد هست سایت های نانو بنانا که اکثرشون یعنی 99% فیک هستن و فقط یک سایت هست که از سرور اصلی نانو بنانا استفاده میکنه. میدونید که نانو بنانا برای گوگل هست و فقط به یک سایت اجازه داده که از سرورش استفاده کنی. هیچ سایتی هم مثل نانو بنانا ادیت عکس حرفه‌ای انجام نمیده و عکس سازی نمیکنه. پس با هم بریم وصل شیم به این سرور از طریق این سایت و روشی هم که من میگم فقط میتونید به سرورش وصل بشید. از روش‌های دیگه امکان پذیر نیست و اون چیزی رو که میخواین نمیتونین خروجی بگیرین. قبل از اینکه شروع کنیم سابسکرایب یادتون نره، حمایتم کنید تا ویدیوهای بیشتری بسازم. بچه من الان یه اسکرین رکوردر براتون زدم. اول VPN تون رو روشن کنید، سعی کنید به VPN آمریکا وصلین، به IP آمریکا وصلین که حالا بهتر هست. خب ببینید وارد نوار آدرس براوزرتون بشین. چیزی که میگم رو تایپ کنید lmrna.ai. بریم وارد سایت lmrna.ai بشین. خب ببینید بالا گزینه بتل رو میبینید و پایین هم یک کادر میبینید که از شما میخواد که هرچی دلتون میخواد اینجا بنویسید. خب اولین کاری که میکنیم چیه؟ با جیمیلتون لاگین کنید. اگه جیمیل دارین وارد شین، اگه ندارین یه جیمیل بسازین و لاگین کنید توی این سایت. خب ببینید گزینه بتل رو که باز کنیم اینجا 3 تا گزینه میبینیم. گزینه اول که بتل هست برای مقایسه عکس هاست. اگه روی این بتل باشه به سرور اصلی نانو بنانا وصل نمیشه و میاد مقایسه میکنه از سرورهای مختلف. مثلا شما یک عکس ازش میخواین که براتون بسازه، میاد از چند تا سرور استفاده میکنه و اون عکس رو براتون میفرسته، چند تا عکس میفرسته که شما یکیشون رو انتخاب کنید که شاید خیلی هم حرفه‌ای نباشه. میاد اگه میخوایم به نانو بنانا وصل شه گزینه دایرکت چت رو انتخاب کنید. گزینه دایرکت چت رو انتخاب کنید، یک کادر بغلش باز میشه. خب الان با اون کاری نداریم. اول میایم پایین روی گزینه ایمیج میزنیم. گزینه ایمیج بعد اینجا فعال باشه. بعد از اینکه ایمیج فعال شد میام این بالا روی کادر سمت راستش این کادر رو باز میکنیم و لیست سایت های هوش مصنوعی عکسساز رو بهمون معرفی میکنه. ما با کدوم سایت کار داریم؟ با سایت نانو بنانا. گزینه دوم نوشته جمینای 2.5 فلش، توی پرانتز جلوش نوشته نانو بنانا. اینو کلیک میکنیم که به سرور اصلی نانو بنانا وصل شه. بچه‌ها ببینید فقط از این طریق میتونید به این سایت وصل شید. الان سایت های مختلفی اومده که حتی اسم سایت هاشون هم nanobnana.ai هست که همشون فیک هستن. جدیداً هندوستان اومده یک سایت با این نام زده، چین اومده زده و هیچ کدوم به درد نمیخوره و اصلی نیستن. نانو بنانای اصلی برای گوگل هست که فقط به این سایت اجازه داده که از سرورش استفاده کنه. خب تا اینجا که متوجه شدیم. اینجا رو که انجام دادیم و روی این سرور قرار دادیم، حالا
میایم روی کادر پایین. ببینید الان میخوایم روی یک عکس ادیت انجام بدیم و تست کنیم ببینیم کارهایی که با فتوشاپ انجام میدیم آیا میتونیم به جای فتوشاپ از هوش مصنوعی استفاده کنیم یا نه، که 100% بهتر از فتوشاپ هم هست و نیاز به یادگیری و کلاس آموزشی و هزینه هم نداره. من عکس یکی از بازیگران رو انتخاب کردم، مثلا لیلا حاتمی. حالا اینجا عکسش رو براتون باز میکنم که عکس اصلی رو ببینین. ببینید اینجا عکس اصلی لیلا حاتمی. خب ما میخوایم روی این عکس تغییراتی انجام بدیم. مثلا میخوام موهاشو تغییر بدم، مثلا با موهای متفاوت بذارم. میدونید که تغییر مو توی فتوشاپ کار بسیار سختیه و باید حداقل چندین سال تجربه داشته باشی و فقط اینجا با چند تا کلیک میتونیم این تغییرات رو به صورت حرفه‌ای انجام بدیم. فقط مهمترین مسئله اینجاست که اگه میخوایم مثلا موهاشو عوض کنیم چهره عوض نشه، چون اکثر سایت‌های هوش مصنوعی میان چهره رو تغییر میدن. خب ببینید بچه‌ها این سایت فارسی هم ساپورت میکنه، اما بهتره که از زبان انگلیسی استفاده کنیم برای خروجی بهتر. همون متن رو که میخواین فارسی اینجا بنویسین میتونید به چت جی پی تی بدین و انگلیسیشو بگیرین، یا مثلا به گوگل ترجمه بدین و انگلیسیشو بگیرین. حالا من ببینید این عکس رو در این کادر روی این به علاوه میزنم، عکس رو انتخاب میکنم و حالا باید یک پرامپت بهش بدیم که ببینیم چه تغییراتی اون از ما الان میخواد. بپرسه چه تغییراتی میخوای روی این عکس انجام بدیم. خب من توی چت جی پی تی رفتم و اینجا پرامپت انگلیسی گرفتم ازش. پرامپت چند تا مدل مو رو گرفتم و براش هم نوشتم که چهره به هیچ عنوان تغییری نکنه. حالا این پرامپت ها رو من توی کپشن براتون گذاشتم، میتونید از اونجا بردارید. حالا یکی از پرامپت ها یک مدل مو رو اینجا براش پیست میکنیم، میخوایم این تغییر رو روی این عکس برامون انجام بدم. گزینه جنریت یا این فلش رو میزنیم تا بره و پردازش کنه روی این عکس. منتظر میمونیم تا عکسمون آماده بشه ببینیم چه تغییری انجام داده روی عکس. خب بچه ها عکسمون آماده شد. نگاه کنید الان من عکس رو باز میکنم. همونطور که میبینید لیلا حاتمی کاملا قیافش همونه، تغییری نکرده و با موی کرلی شده و فر شده به همون این عکس رو تحویل داده. خیلی مهمه این مسئله که چهره رو تغییر نده. الان خود لیلا حاتمی اگه این عکس رو ببینه شک نمیکنه، میگه من کجا این عکس رو انداختم. پس ببینید این سایت حرفه‌ای ترین سایت تولید عکس هست که فقط از این روش میتونیم ازش استفاده کنیم و عکس‌های حرفه‌ای رو ازش بگیریم. حالا یا ادیت کنیم یا ازش بخوایم عکس بسازیم. خب بچه‌ها الان من اینو کلیک راست میکنم روش. ببینین روش کلیک راست میکنم، سیو ایمیج رو میزنم و توی دسکتاپ من سیوش میکنم. خب حالا بریم یه تغییر دیگه روش انجام بدیم. دوباره گزینه به علاوه رو میزنیم این پایین، عکس اصلی همون عکس اولیه رو آپلود میکنیم و پرامپت بعدی که یک مدل موی دیگه هست رو اینجا بهش میدیم. من از چت جی پی تی اینجا میرم پرامپت رو میگیرم. بچه پرامپت بعدی رو که یک مدل موی دیگه هست رو اینجا پیست میکنم و گزینه جنریت یا این فلش رو میزنم تا عکس بعدیمون هم ساخته بشه. شما اگه بخواین این عکس رو بسازین شاید روزها طول بکشه، تازه اگه حرفه‌ای باشین و به این ظرافت هم در نمیاد. ما کلا توی 1 دقیقه الی 2 دقیقه این عکس رو ساختیم. به این میگن هوش مصنوعی. این آموزشی که بهتون دادم شاید هر کسی بلد نباشه و اینو حتما توی حافظتون داشته باشید. ویدیو رو تا آخر ببینید و از این روش برای ادیت عکس و تولید عکساتون استفاده کنید. دیگه از فتوشاپ نیازی نیست استفاده کنید. شما هر تغییری که بخواید
میتونین روی عکساتون بدین. حالا مدل مو باشه، رنگ پوست باشه، چاقی باشه، لاغری باشه، رنگ چشم باشه، رنگ لباس باشه، مدل لباس باشه، همه تغییراتتون رو میتونین انجام بدین. خب بچه عکس دوممون هم ساخته شد. نگاه کنید. این الان مدل موی بعدی هست که پرامپتش رو از چت جی پی تی گرفتیم و ببینید چقدر طبیعی با چهره اصلی خود لیلا حاتمی و یک مدل موی زیبا برامون طراحی کرد، بدون اینکه حتی یک لکه روی صورت لیلا حاتمی جابجا بشه. ببینید چقدر، یعنی یک جور معجزه است این سایت هوش مصنوعی. هیچ سایتی نمیتونه این کار رو انجام بده. اینو بچه عکس‌های بعدی رو هم میتونید همینطور درست کنید. حالا هر عکسی که خودتون میخواین، حالا حتما نباید چهره باشه، مثلا میخواین عکس یک مکان رو تغییر بدین، مثلا بهش بگین عکس این اتاق رو مثلا یک کمد دیواری برای من اون گوشه اتاق قرار بده. خیلی کارا میتونید با این سایت انجام بدین. الان ویدیو ما تا اینجا تموم شد. سابسکرایب یادتون نره، حمایت هم کنید و ویدیوهای قبلی رو هم ببینید. در مورد این سایت نانو بنانا یک ویدیو هم قبلا توی کانال گذاشتم که اینجا لینکش هست، میتونید اونو ببینید و چیزهای بیشتری راجع به سایت نانو بنانا به دست بیارید. تا ویدیوی بعدی.